شما رو هیچی نیورده اینجا مگر احساس تکلیف. اینجا که چیزی نبود که شما بیایید. همه چی جای دیگه است. خوراک جای دیگه است، پول جای دیگه است، مقام جای دیگه است، نام و نشون جای دیگه است. اینجا خمپاره است. اینجا گلوله توپه. اینجا آفتاب داغه. اینجا شرطیه. اینجا که چیزی نیست. چیزی که میتونه بیاره انسان رو انگیزه است. یه چیزی از باطن شما میجوشه. یه چیزی در باطن شما رو به حرکت در میاره، به تلاش وادار میکنه. او شما رو آورده اینجا. او خیلی چیزی با ارزشیه. مواظب باشید او در شما بمانه و برای خدا از او استفاده بشه. من امیدوارم که انشاءالله شما برادرها که در اینجا مشغول این مجاهدت و فداکاری هستید و توی این شرایط سخت، توی این هوای گرم، توی زیر این آتش همیشگی دشمن، با کمبودها، با ناراحتیها میسازید. انشاءالله با پیروزی که خواهید دید به همین نزدیکی، انشاءالله اولا خستگیتون در بیاد، ثانیاً در میدان جنگ معرفت دینی و معرفت اسلامی و تقوای اسلامی رو هر چه بیشتر آزمایش کنین. ثالثاً برای آینده اسلام و مسلمین ذخیره‌های هرگز تمام نشدنی باشید. انشاءالله. اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره. و بالاخره در 5